این ملاهای دین فروش شکم پرست که سالها به نام دین تجارت و دکانداری کردن، خوب راه گمراه ساختن و فریب مردم پیدا کردن. دیگه هیچ کاری کرده که نتانستند. هر کسی که حق را حق گفت، باطل باطل گفت. هر کسی مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی کرد. طرق تا پیش میکنن، وهابی است، سلفی است. هر کسی که عملهای شرکی و کفری و خرافاتی و بدعتیشان رد کرد و این مردارخوریایشان که به نام دین، این تجارت هایشان که به نام دین کردن سالها، به نام ملا و امثالهم اینها را که برملا ساختن، باز از طرف اعظمی ملاهای دین فروش تاپه زده میشه که وهابی هستن، سلفی هستن، گپشان نگیرین. ما حیران هستم که چطور اینها هلاک نمیشن. شرم باد، هلاک باد به این دین فروش ها. امروز الحمدلله که مسلمان ها همه ایشان میدانند که حق چیز، باطل چیز، کی حق را میگن، کی باطل را میگن، کی از دین الله دکانداری جور کرده. سالهای سال مردم میرفت خاک زیارت ها را میخورد، در پای پیر و مرید و امثال هم مینداخته، میرفت پیش تاویز نویسای جادوگر مشرک مراجعه میکرد. حالی که این مرداری های این ملاهای دین فروش برملا شده، اینها دیگر راهی ندارن. اینها مجبور هستند دیگر که یک تاپه بزنن، مردم گمراه بسازن، مردم چل بتن، مردم فریب بتن که سلفی پیدا شده، که وهابی پیدا شده. نه وهابی وجود دارد نه سلفی، همه الحمدلله مطابق قرآن حدیث که زندگی کرد امور تاپه میزنن. سالهای سال شکمایشان از آتش جهنم پر کردن، مال یتیم و فقیر و بیوزن و بیچاره را به نامهای گوناگون خوردن. این ملاهای دین فروش، حیف نام ملا و عالم که بالای اینها گذاشته شده. عالم و ملا مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی میکند، با کتاب الله، با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عامل می باشد، از هر گونه شرک و کفر و خرافات و بدعت بری و بیزار می باشد.